کارمندان ریاست امور داخلی در منطقه کلاب شوکت کلابیف ساکن 39 ساله ناحیه شمس‌الدین شاهین را با گمان قصد کشتار پیوندان ظفر اکراموف معاون پیشین وزیر کارهای داخلی در 17 سال پیش بازداشت کردند. شوکت کلابیف که هفته گذشته بازداشت شد، پسر بیگمت کلابیف سردختور سابق ناحیه شوراباد یعنی شمس‌الدین شاهین است. خودی بیگمت کلابیف سال گذشته با اتهام دست داشتن در کشتار دو ساکن دهه شاهانی بالای شوراباد در سال 1997 به 24 سال زندان محکوم شد. پیوندانش این اتهام را ساخته می‌دانند و میگویند که کلابیف جراح بود و هیچ وقت سلاح نداشت. یک منبع در مقامات انتظامی کلاب روز 11 نوامبر به رادیو آزادی گفت شوکت کلابیف بر اساس عریضه امیرخان اکراموف رئیس سابق ناحیه شوراباد و برادر ظفر اکراموف بازداشت شده است. در عریضه اکراموف که حالا مقامات تفتیش میکنند گفته میشد میانه های ماه اوگوست سال 2000 کلابیف همراه با پسرش با اتومات کلاشنیکوف به منزل زیستی آنها آمده قصد کشتن او را داشتند. در زمان این حادثه شوکت کلابیف 23 سال داشت و پیوندانش میگویند که او در دوشنبه دانشجو بود. خانواده اکراموف و کلابیف ها در مرکز ناحیه شمس‌الدین شاهین در همسایگی زندگی میکنند. همصحبت ما در مقامات انتظامی منطقه کلاب گفت حالا شوکت کلابیف در بازداشت قرار دارد و پرونده او بر اساس ماده سوء قصد کشتار با نشانداد شاهدان و خانواده اکراموف ها تحقیق می شود.